مهمترین آداب اجتماعی عیادت بیمار هست. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که وقتی انسان بیمار می شود باید انسان برود از او دلجویی بکند. حتی در حدیث آمده است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای عیادت بیمارهایی که در مدینه بودند، حتی یهودی بودند، پیامبر تشریف می بردند. تعدادی از اونها بر اثر حضور رسول الله در خانه اونها و دلجویی اونها ایمان آوردند در لحظه های آخر زندگیشون. برویم. حالا با وجود این همه مسائل در شهر، بیماری های مختلفی در جامعه وجود دارد، اما بریم بیماران را عیادت بکنیم. حدیث صحیح مسلم است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی کسی برای عیادت بیماری می رود تا بر می گردد فرشتگان برای او دعای مغفرت می کنند. اما آدابی دارد از خودش. متاسفانه بعضی از ما رعایت نمی کنیم. دستور شریعت وقتی شما نزد یک بیماری می روید، بیمار قلب شکسته است، قلبش بسیار ضعیف و نحیفه، قابل دلجویی است و از اون دلجویی بکنید. این جمله را بهش بگوید لا بأس طهور ان شاء الله، هیچ مشکلی نیست، شما قطعا خوب میشوید، شما حتما خوب میشوید. اما امروز عده‌ای رعایت نمیکنند، به محضی که بیمار و ملاقات میکنند فلانی همچنین بیماری داشت 2 ماه 3 ماه بیشتر نمون وفات کرد، اون وجودش را متلاشی میکند. این جمله پیامبر میگه شما گفتار درمانی بکنید. گفتار درمانی که امروز در جامعه علم است، بسیاری از پزشکان با مشاوره درمان میکنند که بهش اصطلاح گفتار درمانی میگویند. اما پیامبر گفت شما برید اونجا بگید لا بأس طهور ان شاء الله، هیچ مشکلی نیست، قطعا شما خوب میشوید. اونجا حضور پیدا کردید زیاد ننشینید، اندازه 5 دقیقه 10 دقیقه. اونجا که رفتی با صدای بلند صحبت نکنید، مجلس نکنید، برای شام و نهار اونجا توقف نکنید، برای او هدیه ببرید، گلی ببرید، میوه ببرید و در نهایت برای او دعا بکنید، دعای شفا. و حتی وقتی مرخص میشید از نزدش از او طلب دعا بکنید. چرا؟ ان الله عند منکسرة القلوب، خدا نزد هر قلب شکسته ای است. دعای مریض قبول میشه، دعای مسافر قبول میشه، دعای انسانی که مورد ظلم قرار گرفته قبول میشه، دعای پدر و مادر قبول میشه، دعای